عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز. احسان هستم با جلسه پنجم از سری مجموعه آموزشی مقدماتی اکسل در خدمتتونم. در این قسمت ما میخوایم یک گزارشی رو داشته باشیم، یک گزارش فروشی رو داشته باشیم، در صورتی که فایلی که به ما دادن یک فایل نوت هست و ما میخوایم اون فایل رو اول تجزیه کنیم، تحلیل بشه، در جدول قرار بگیره و یک گزارش پویا و داینامیک رو از اون فایل ما بتونیم ارائه بدیم. خب فایلی که به من دادن این فایل هست که میبینید به صورت یک فایل نوت و قرقاتی هستش. خب من اول این رو تمامش رو انتخاب میکنم، کپی میکنم و میام در همین سلول پیستش میکنم. میبینید که سطرها رو میتونه تشخیص بده، هر سطر رو جدا میکنه، اما خب هر سطر پشت سر هم قرار داره. خب الان من کاری که میتونم بکنم، ببینید این رو من یه خورده بزرگ کنم که معلوم باشه. خب ببینید ما با یه کامایی اینا از هم جدا شدن، همه با یک کاما از هم جدا شدن. من یک موردی دارم، من اینجا مثلا به عنوان مثال می نویسم ماه، میام این کلمه اول که ماه هست میبینید قبل از این کاما، میام در سلول پایینی کنترل ای رو میزنم و میبینید که تونست اون رو تشخیص بده و جدا کنه. یا مثلا در اینجا میزنم نام، اینجا کنترل ای رو میزنم و نام ها رو هم جدا میکنه. در اینجا میزنم نام خانوادگی، اما اینجا چون نام خانوادگی اسپیس داره و یه خورده تشخیصش سخت میشه، میبینید که دیگه از اینجا به بعد رو نمیتونه برای من پیدا کنه و عملا این فلش فیلی که میکنم به کار من نمیاد. خب من این محدوده رو انتخاب میکنم، کنترل ببخشید کنترل شیفت ارو پایین رو میزنم تا محدوده من انتخاب بشه و میخوام که این رو جدا کنم از هم. در تب دیتا تکست و کالامز رو میزنم، این منو برای من باز میشه. اولین صفحه رو رد میکنم، دومین صفحه داره به من میگه که واحد جدا کننده ما در این اطلاعات چی هست. خب واحد جدا کننده ما هم تب میتونه باشه یا سمیکالون، کاما، اسپیس، هر چیزی. خب ما کاما هست، میبینید که تا کاما رو میزنیم اینا خودش جدا میشه و تشخیص میده که از هر کاما اینها رو جدا کنه. نکست میزنم و در آخر فینیش. میبینید که خودش جدا کرد این جدول رو و به این صورت برای من قرار داد. خب من میخوام به این جدول یک چیزی اضافه کنم به نام درصد فروشنده که بتونم درصد فروشنده رو محاسبه کنم اینجا. خب اول میام یه فونت ها و خواص ظاهریش رو درست میکنم، اون سبکی که میخوام خودم قرار میدم تا یه خورده منظم شه لحاظ ظاهری. خب این رو هم بگم که این خیلی مهمه که جدول ما لحاظ ظاهری زیبا باشه و چشم نواز. من محدودم رو انتخاب میکنم، جدول بندی میکنم، فیت هامو قرار میدم و به این شکل قرار میگیره. خب این سلول رو میبینید من میزان فروش رو دارم. بذارید اینم یه مقدار رنگش رو تغییر بدم و فریزش کنم که بالا تکون نخوره با اسکرول من در این ستون که میزان فروش هست باید بیام اول تبدیلش کنم به نامبر، اشارش رو حذف کنم و سه تا جداش کنم که این ما بدونیم با مبلغ طرف هستیم. در بحث درصد فروشنده ما یک فرمولی اجرا میکنیم، میخوایم بگیم که مثلا به عنوان مثال هر فروشنده 25% از میزان فروشش رو به عنوان پورسانت دریافت میکنه. پس این رو میگم مساوی عدد 25. ببخشید این سلول یعنی میزان فروش ضرب در 25% و اینتر میکنم و این میبینید که خودش این رو درست میکنه. وقتی که اینجا به اضافه میشه من دوبار کلیک میکنم، برای کل این محدوده من این اعمال میشه و بعد هم
فرمت این ستون رو به صورت یک عددی که مبلغ رو نشون میده قرار میدم. خب الان درصد فروش رو داریم و همه چی از هم جدا شده. خب الان یه مبحثی که هست، من برای گزارش نیاز ندارم که نام و نام خانوادگی دو فیلد جدا از هم باشه. من یک ستون بغل این ایجاد میکنم و اینجا از همینجا میخوام یک فرمولی بنویسم که خودش اتومات این نام رو به این نام خانوادگی بچسبونه و در اینجا قرار بده. در همون سلول اول قرار میگیرم، میگم مساوی نام، اول نام قرار میگیره. خب من برای اینکه یک فاصله ایجاد کنم و بعد از اون نام خانوادگی رو بذارم باید یک اسپیس هم بذارم. خب من میگم نام اند، این اند باعث میشه که بچسبه به کاراکتر بعدی. دبل کوتیشن، یک اسپیس، دوباره دبل کوتیشن، اند بعدی و نام خانوادگی. اینتر میزنم و میبینید که نام و نام خانوادگی رو به هم میچسبونه. حالا اینجا کلیک میکنم و میبینید که تمام این نام و نام خانوادگی ها به هم متصل شده. حالا این دو ستون رو هاید میکنم که از دید پنهان بشه. حالا من این جدول رو دارم. اول میام این چیزی که دارم رو تبدیل به فرمت تیبل میکنم. ردیف اول رو انتخاب میکنم، کنترل شیفت ارو پایین رو میگیرم تا تمام این محدود اطلاعاتی من انتخاب شه. کنترل تی رو میزنم تا تبدیل به جدول بشه و اوکی میکنم. حالا این تبدیل به یک جدول شده. من میتونم خواص جدول رو روش اعمال کنم. میبینید که اینجا فیلترهای جدول ماست، یعنی من میتونم فقط به عنوان مثال اردیبهشت ماه رو اینجا ببینم یا تیر یا هر ماه دیگه ای رو، یا مثلا روی نام و نام خانوادگی مثلا برای فقط آقای ترجیشی رو ببینم، فروش آقای ترجیشی رو ببینم، فیلترش رو برمیدارم و از این قبیل. من میخوام از این یک پیوت درست کنم، یک جدول پویا و پیوت درست کنم تا بتونم باش راحت تر کار کنم. خب دوباره کل محدودم رو میگیرم، از منوی اینسرت پیوت تیبل رو میزنم، اوکی میکنم و اینجا یک شیت جدید به عنوان پیوت برای من درست میکنه. خب من نام و نام خانوادگی رو این قسمت های اینجا رو ببینید، ما یک فیلترز داریم، را داریم، ردیف های این جدول ماست، کلامز داریم، ستون های این جدول ما و ولیو اون مقدارهایی که بین این قرار میگیره. یعنی من میخوام به عنوان مثال این ردیف ها اسم های خانوادگی باشه به صورت یونیک و غیر تکراری، ستون ها ماه ها باشه و اون اعدادی که وسط اینها قرار میگیره توی این جدول میزان فروش هر نفر در هر ماه. پس میام نام و نام خانوادگی که درست کرده بودم در ردیف میذارم، میبینید که خودش به صورت یونیک اینجا قرار داد. ماه رو در ستون ها میذارم، میبینید که به این شکل ماه ها رو آورد و میزان فروش رو هم در ولیو میذارم که این میزان فروش رو اینجا ما نشون میده. حالا خب کمی پویاتر شد این جدول، میبینید که یه خورده منظم تر شد نسبت به اون جدول قبلی که داشتیم. نسبت به این جدول که مثلا خب همه چی خیلی پشت سر هم و شلوغ پلوغ و بدون هیچ سورتی بود، اما اینجا دسته‌بندی میشه قشنگ ترتمیز، مقادیر اسم‌های تکراری حذف میشن و فیلتر اینجا رو درست میکنم. خب من میام از این جدولی که دارم میخوام یک نمودار داشته باشم که طبق اون نمودار گزارشم رو داشته باشم و بگیرم. از تب اینسرت پیوت چارت رو میزنم و همین مورد اول رو انتخاب میکنم. میبینید که این نمودار درست شده و به این شکل اینجا برای من قرار گرفته. خب من این نمودار رو یه مقدار میارم برتر که با اون جدول کاتش میکنم، میبرم اصلا توی یک شیت جدیدی قرارش میدم، توی این شیت میذارمش و میریم سر وقت اینکه این نمودار رو درست کنیم. خب همونجوری که میبینید این نمودار تمام اون اطلاعات رو در خودش داره. یعنی وقتی برای مثلا خانم مریم تمام فروش های تمام ماهاش هست،
و من میخوام این رو مقداری مثلا فیلتر داینامیک بذارم و یه خورده به ظاهرش برسم. وقتی توی این منو، توی این نمودار هر قسمتی رو انتخاب میکنیم، ما میتونیم تنظیمات مربوط به اون قسمت رو انجام بدیم. به عنوان مثال من این قسمت رو انتخاب میکنم و فونتش رو عوض میکنم، اون فونتی که میخوام باشه. میبینید که عوض میشه و همینطور همه این قسمت ها. وقتی ما اینجا مثلا راست کلیک کنیم و فرمت اریا رو بزنیم، اینجا میتونیم رنگ ها رو تغییر بدیم یا رنگ پس زمینه رو تغییر بدیم. اما اون چیزی که مهمه برای من الان تو بحث خود فیلتر این نمودار هست. خب من وقتی این پیوت چارت رو میسازم، اینجا یک تب جدیدی برای من باز میشه که تنظیمات این چارت رو داره به من نمایش میده. خب من از این قسمت اینسرت اسلایسر میتونم اسلایسر بسازم. مثلا من میخوام به تفکیک ماه اسلایسر داشته باشم. میبینید که این اسلایسر رو برای من درست میکنه، کار همون فیلتر رو میکنه. وقتی من اردیبهشت رو میزنم، فقط میزان فروش اردیبهشت نشون داده میشه و همینطور همه ماه‌ها. میتونم هم اینو تنظیماتش رو شخصی کنم. دوباره تو خود همین تب اسلایسر که باز میشه وقتی اسلایسر ساخته میشه، میتونم شکلش رو، رنگش رو یا عرض ستونهاش رو یا تعداد ستون ها. مثلا من الان 6 ماه دارم، این تعداد رو 6 میکنم و به این شکل نشون داده میشه برای من. این رو مثلا میتونم بذارم بالای نمودارم، اندازش رو درست کنم و همینجا این نمودار به این شکل تغییر کنه. ببینید وقتی هم که این رو میزنم تمام فیلترها برداشته میشه و مثل اولش نشون داده میشه. از این قابلیت ما خیلی استفاده میتونیم بکنیم، هم از قابلیت پیوت تیبل. ببینید این پیوت تیبل هم باز همون قابلیت رو داره. وقتی که بخوایم این رو هم فیلتر کنیم، دوباره توی همون پیوت تیبل آنالایز میتونیم اسلایسر بندازیم و اینجا ماه رو انتخاب کنیم. یعنی وقتی اردیبهشت ماه میزنم، فقط میزانهای اردیبهشت ماه رو به من نشون میده و الی آخر. همینجور همه ماه ها ببینید فقط به این شکل نشون میده و توتال و جمع همه رو هم برای من به صورت پویا اینجا نشون میده و میزنه. مرسی که همراه بودید. تا جلسه بعد، بدرود.